سلام به همگی. من امروز اومدم که یه ماسک خونگی و طبیعی رو بهتون آموزش بدم که خودم خیلی دوستش دارم. پوست منه. هفته پیش خیلی جوش داشتم و این ماسک جوش صورتم رو خیلی کم کرده. فقط 3 چیز نیاز داره: دانه چیا، عسل، گلاب. من برای اینکه چیزی رو از قلم نندازم و همه چی رو بهتون گفته باشم، توی گوشیم همه چی رو نوشتم و از روی گوشیم براتون میخونم. دانه چیا سرشار از آنتی اکسیدان، امگا 3 و پوست رو عمیقاً آبرسانی میکنه و باعث نرمی و لطافتش میشه. گلاب یک تونر طبیعیه که خاصیت آرام بخش، ضد التهاب و روشن کننده و مناسب واسه جوشای التهابیه. عسل یک مرطوب کننده طبیعیه که خاصیت ضد باکتریایی داره و ترمیم کنندگی داره. برای پوستای جوشدار یا حساس عالیه. من ماسکو 2-3 روز پیش درست کردم. چون من خیلی زیاد درست کردم و اضافه مون دیگه نمیتونم درست کنم، برای همین فقط طرز تهیه‌اشو بهتون میگم. طرز تهیه‌اش هم خیلی آسونه. یه قاشق غذاخوری دانه چیا، یه قاشق غذاخوری گلاب طبیعی و نصف قاشق غذاخوری عسل طبیعی. دانه چیا رو توی کاسه کوچیک بریز، گلاب رو بهش اضافه کن، خوب هم بزن، بذار 15 تا 20 دقیقه بمونه تا چیاها پف کنن و یه حالت ژله‌ای بگیرن. بعد از اینکه چیاها ژله‌ای شدن، عسل رو بهش اضافه کن، خوب هم بزن تا یه ترکیب یه دست داشته باشی و تمام. قبل از استفاده از این ماسک حتما پوستتون رو با یه شوینده ملایم بشورید، خشک کنید. این شد نتیجهش. اجازه بدید که 15 الی 20 دقیقه روی پوستتون بمونه. بعدش با آب خالی، اگرم که حس میکنید پوستتون تمیز نشده، با یه شوینده ملایم مخصوص پوستتون صورتتون رو بشورید. یه دونه پد یا پنبه بردارید، آغشته به گلاب کنید، مثل تونر روی پوستتون بزنید و بعدش آبرسان یا مرطوب کننده بزنید. این ماسک به هیچ عنوان نباید روی صورتتون خشک بشه و بعد برید اون رو بشورید. چرا؟ به خاطر اینکه اگه ماسک روی پوستتون خشک بشه و اون رو بشورید، بعد از شستشو صورتتون کش میاد. 2 دقیقه مونده تا 20 دقیقه ماسک پر بشه. این ماسک رو ماساژ بدید روی پوستتون. حالا حتما یه چیزی زیر دستتون بشه که این اضافه های ماسک بریزید تو اون. الان من پوستم رو شستم، خشکش میکنم. میبینید پوستم چقدر تمیزتر شد؟ اصلا نرم شد. حتما آبرسان بزنید. بعد تمام. بعد از این ماسک یه احساس خوبی دارید، پوستتون انگار سبک شده. همین دیگه. بای.